دوستان سلام و عید همگی مبارک. عرض کنم که امروز مذاکرات همچی فشرده و محرمانه 5+1 واسه خوروندن جام زهر به سیدعلی ادامه داشت. اولاغچی که حالا دم در آورده و از سخنگویی به آفتابداری دیپلماسی سیدعلی ارتقای درجه پیدا کرده، قبل از شروع مذاکرات امروز دوباره انداخت تو خط قیقاج. امروز ادامه مذاکرات در ابتدا در سطح معاونین پی گرفته خواهد شد و امیدوار هستیم که بعد از ظهر مذاکرات به مرحله برسه که بتونیم یک جنبندی رو در این مرحله داشته باشیم، نه اینکه توافق نهایی حاصل بشه. جنبندی این مرحله رو با حضور جناب دکتر ظریف و سرکار خانم اشتون انجام بدیم. ای بابا چی میره این همه راه رو؟ این همه بیا و برو و بشین و پاورپوینت بیار و زور بزن، بعد تازه میخوای به جنبندی این مرحله برسی؟ نمیخواد به خودتون زحمت بدی. بمب اتمی واسه این سیدعلی مثل شیشه عمرش میمونه. تو این بازی بشکن النهایه یا خودش میشکنه یا میشکننش. بگید اولاغچی بعد پاورپوینت فیلم حسن کچل رو براتون بذاره تا دوزاریتون بیفته. اگه اون شیشه عمر رو بشکنی دوباره من میشم به جلد اولم میرم. بشکنه بشکن. من نمیشکنم. بشکن. خب من دوستش دارم. بشکنه بشکن. بشکن حسنی بشکن. مصیبت نظام تا همین جای کار طلسم شکستگی ولایته. وای به روزی که ولی فقیه طلسم شکسته زهر خورده هم بشه. ذکر مصیبت سیدعلی رو از زبون این ماموت عمامدار بشنوید. الان در جامعه ما افرادی هستند که جایگاه ولایت فقیه رو نمیشناسن، جایگاه امام زمان رو میشناسن ولی جایگاه ولی فقیه رو نمیشناسن. این همون مصیبته. بینش رو زیاد کن. امام غائب میگوید ولی فقیه نماینده منه، متابعت او متابعت از منه، نافرمانی او نافرمانی منه. قبول ندارن، بعضی ها قبول ندارن. اون بعضی ها که قبول ندارن کیان؟ بابا الان دیگه خود جک و جونورای پاسدار و بسیجی باند خامنه هم به شرشور افتادن. پس فکر کردی چرا سیدعلی تا نیش گاز میده زود ترمز و میخ میکنه؟ اکبر کوسم همین وضع نظار سیدعلی رو میبینه که اینجوری قیچی رو برداشته و افتاده به جون ریشای فلفل نمکی عظما. بخونید، روزه بخونید، مصیبت خونی کنید، تو سر بزنید، تازه اولشه. مصیبت اصلی اون اصلیتون تو راهه. آقا از تحریم بگم، از فتنه بگم، از شقه بگم. دوتا دستا مرکبی تموم شعرام خطی پارسال مهار دست جمعی همگی رفته بودیم زیارت ها که دیوانه شدم میروی حقه و دیوانه شدم. حالا تق زن مکی رو بیا لو زنه نکی رو
اینقدر جوش نزن مثل سماور سدنی قربون جوش زدن ما کشیر سنبرتیم در ره زن در ره تو از رس که دست انداز بود ما همه خورد و کنون پیر و جوون من شرطون ویلتا ویلا خوش بایزد